در موج برنامه اطلاعاتی خبر. جدول 13 پرواز از خوجند دوشنبه به روسیه. جلسه رئیس ولایت سوخت برای پیشگیری کرونا ویروس. مقامات ناحیه اسپیتامن برای آگاهی ساکنان از ویروس کرونا به بازارها رفتند. روسیه از طرحهای صنعتی تاجیکستان حمایت کرد. شرح این و دیگر خبرها با شما هستم. من و سلام. وزارت علاقه روسیه جدول نوبتی پروازها از تاجیکستان به روسیه را اعلان کرد. خبر داده است در صفحه رسمی خدمترسانی‌های دولتی گوساسلوگی. همین طور از سنه 31 август تا 13 سپتامبر سال جاری از جمهوری تاجیکستان به روسیه 13 پرواز انجام داده می شود. خواهشمندان می توانند به شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ، سامارا، کراسنودار و یکاترینبورگ سفر کنند. یادآور می‌شویم که طریق این پروازها نه تنها شهروندان روسیه بلکه شهروندان تاجیکستان است که برای وارد شدن به این کشور اساس دارند می توانند سفر کنند. نرخ چیپتا 400 یورو بوده. برای کودکان تا 12 و 2 ساله ارزانتر 50 و 90% از نرخ چیپتا مقرر شده است. قید می شود که چیپتا را تنها در صورت ثبت نام کردن در پورتال خدمترسانی‌های دولتی گوساسلوگی می توان به دست آورد. در ولایت سوخت به خاطر پیشگیری ویروس کرونا کارهای بی‌ضررگردانی و فهماندهی تقویت بخشیده می شوند. رئیس ولایت سوخت به خاطر پیشگیری پنجشنبه بیماری کرونا ویروس جلسه برگزار کرد. گزارش می‌دهد خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت. گفته می شود تحت ریاست رئیس ولایت سوخت رئیس ستاد ولایتی اوید با پرزور نمودن تدبیرهای ضد اپیدمیوی و پیشگیری از پنجشنبه بیماری سیروسی کرونا ویروس رجبای احمدزاده جلسه نوبتی ستاد ولایتی دایر کردید. با نظر داشتی وضع موجوده ذکر کرده شد که باید در جایهای جمعیتی از جمله نقلیات عمومی کارهای بی‌ضررگردانی منتظم گذرانیده شوند. می نویسد منبع. همزمان کارهای فهماندهی میان ساکنان تقویت بخشیده خواهند شد. شهروندان باید جهت رعایت گیگینه شخصی، قاعده‌های سانیتاری، نگاه داشتن مسافه مقرر شده، استفاده نقاب‌های محافظتی و مواد آنتیسپتیکی مسئولیت بیشتر احساس نمایند. تاکید گردید در جلسه. رعایت دستور و طلبات ستاد جمهوری اوید به پرزور نمودن تدبیرهای ضد اپیدمیوی و پیشگیری از پنجشنبه بیماری سیروسی کرونا ویروس هنگام گذراندن توی و دیگر مراسم نیز باید قطعی نظارت کرده شود. مقامات ناحیه اسپیتامن به خاطر کم نشدن خطر کرونا ویروس از ساکنان خواهش کردند که قاعده‌های بهداشتی را رعایت کنند. با تشبث بخش کار با زنان و اولیای مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه اسپیتامن در بازارهای شکرانه، شکرانه یک و بازار مرکزی ناحیه جهت رعایت قاعده‌های گیگینی و چاره‌های ضد اپیدمیوی با مقصد پیشگیری از گرفتار شوی به بیماری سیروسی کووید 19 کارهای فهماندهی گذرانیده شد. در این باره دفتر مطبوعاتی مقامات ولایت سوخت خبر داده است. وزارت صنعت و تجارت روسیه آمادگی خود را برای پشتیبانی همه‌جانبه از شرکت آلومینیوم تاجیکستان اعلان کرد. با نقل از رادیو تاجیکی صدای خراسان انتقال ماشین‌های نو از روسیه به شرکت تالکو نیز بررسی می شود، گفت یوگنی کرناکوف، نماینده تجارت روسیه در تاجیکستان. با یادآوری از ضرورت افزایش سودای بین دوشنبه و مسکو، کرناکوف اعلام نمود که روسیه لایحه‌های مهم صنعتی و اقتصادی تاجیکستان را دستگیری می‌کند. شنوندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی خبر به پایان می‌رسد. برای هر یک شما تنسیتی و خانوادگی را خواهانیم. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.